متشکر. من اجازه بده که اینجور توضیح بدم که اولا خیلی خوشحالم از اینکه این اتفاق برات افتاده و به هر حال این حس خیلی خوبیه. همه آدم‌ها تو زندگیشون این حسا رو تجربه میکنن و امیدوارم که تو هم خیلی تجربه خوبی رو داشته باشی. اما بذار من یه چیزی رو بگم. ببین، ما آدما خصوصا تو ایران و خصوصا ایرانیای معاصر، یعنی کسایی که در زمان حاضر دارن زندگی میکنن در عصر تکنولوژی، یه عادت خیلی بدی داریم و اون عادت اینه که ما واژه ها رو از معنی تهی میکنیم، مفهومشون رو تغییر میدیم، اونها رو سخیف میکنیم، اونها رو ساده میکنیم. مثال میزنم برات. ببین مثلا در مورد واژه‌ای مثل عشق، مفهومی مثل عاشقی، خب ببین تصور کن که مثلا زمان خیلی قدیم، زمانی که مولانا زندگی میکرده، مولوی زندگی میکرده، تصوری که اون آدم ها در اون دوره از عاشقی داشتن یک تصور خیلی جدی و پیچیده است. یعنی یه فرد اگر میخواست بگه من عاشقم باید یه مراحلی رو طی میکرد، باید یک سیر و سلوکی رو انجام میداد، باید یه اتفاقاتی در درونش میافتاد که این اتفاقا باعث بشه به یک تعالی برسه، به یک رشدی برسه، بعد مثلا بیاد بگه حالا من عاشقم. اما شما نگاه بکن مثلا امروز طرف صبح عاشق میشه شب فارغ، یعنی واقعا به همین سادگی و هر کسی این ادعا رو مطرح میکنه. اولا اینکه در مورد چیزی که تو مطرح کردی، در مورد دوست داشتن آدم ها و عاشقی، تعابیر خیلی مختلف و تعریف های خیلی متنوعی هست که اصلا نمیخوام وارد اون بشم، یعنی خیلی موضوعات زیادیه. من فقط میخوام اگه اجازه بدی داستانی برات تعریف بکنم، بعد تو خودت رو با این داستان تطبیق بده. اگر احیانا دیدی که میتونی خودت رو با این داستان در واقع یه جوری به تعریف مشترک برسی، اون موقع میتونیم بیشتر در این مورد صحبت بکنیم. ببین داستان ما اینجوریه که فرض کن تو تهران، ما اینجوری بگم که کاملا درک بکنیم، تو تهران یه جوون مثلا 17-18 ساله، دبیرستانی، سال آخر دبیرستان، هر روز میرفته مدرسه و برمیگشته خونه، یه زندگی خیلی عادی داره. یه روزی تو مسیری که داشته میرفته برمیخوره به یک دختر خانوم همسن خودش. این با همون نگاه اول به قول معروف یک دل نه 100 دل عاشق میشه، کاملا به هم میریزه، ذهنش و افکارش و روحش تحت تاثیر همین اولین دیدار قرار میگیره. این اتفاق ممکن برای همه بیفته. فرداش میشه به عشق دیدن دوباره این دختر خانم دوباره تو همون مسیر میره و بازی نمیبینه. پس فردا به همین شکل چند روزی اینجوری ادامه پیدا میکنه. هر شب دیگه حالا داره بهش فکر میکنه، هر لحظه داره بهش فکر میکنه، سیستم زندگیش کم کم داره به هم میخوره. تو مدرسه حواسش اونجاست، میخواد بره خیابون حواسش اونجاست، میخواد بره خرید حواسش اونجاست، تو مهمونی‌ها تمرکز نداره. اولین چیزی که آدم به این مرحله میرسه، یعنی آدمایی که همچین احساسی رو پیدا میکنن، این دیگه به طرف مقابل برن بگن که چه حسی دارن، چه حالی دارن. خب اینم تصمیم میگیری بره بهش بگه، به دختره بگه که تو با من چی کار کردی، چقدر حال من تغییر کرده، چه حسی رو در من ایجاد کردی. خب اولین چیزی که به نظرش میرسه اینه که فردا من میرم، وقتی که این داره از مدرسه میاد، منم مثلا تو مسیرش قرار میگیرم، سینه به سینش رو برای همدیگه قرار گرفتیم، خیلی رک، خیلی واضح بهش میگم والا حقیقتش اینطوریه خانم، من چند وقت شما رو دیدم و اینجوری به هم ریختم دیگه و هیچ کارش نمیتونم بکنم. خب فردا تصمیم میگیره با این نیت بره این کارو بکنه، ولی موفق نمیشه، لحظه آخر پشیمون میشه، اعتماد به نفس کافی رو نداره. بعد میبینه نه اینجوری نمیشه، این شجاعت رو نداره که بره مستقیم بهش بگه. با خودش فکر میکنه میگه خب من اینو مینویسم توی قالب یک نامه، مثلا میذارم روی کتابم، فردا که دارم میرم اونجا تو مسیر که هستم، همین که از بغلم خواست رد بشه این نامه رو از کتاب میندازم پایین و یه جوری نشون میدم، نامه رو میبینه و میبره میخونه و من راز دلمو بهش گفتم. باز ببینه این اتفاق شدنی نیست. یه روزی تصمیم میگیره میگه میرم به دوستاش میگم، بالاخره یه رابطه‌ای پیدا میکنم، یه واسطه‌ای پیدا میکنم، میگم، باز هم این هم شدنی نیست. چند وقتم اینجوری میگذره. یه روزی تو عادتش این بوده دیگه، هر روز میرفت تو مسیر و با این دختر خانم برخورد کنه.
یه روزی میره میبینه این دختره نیومد، خیلی به هم میریزه، نگران میشه. اولا عادت کرده، چند وقته، شاید هم چند ماهه که هر روز این آدم رو داره میبینه، حالا امروز این نیومده، به هم میریزه، افکارش پریشان میشه. ولی با خودش فکر میکنه که خب این یه اتفاق طبیعیه، ممکنه برای هر کسی پیش بیاد. به هر حال کار دیگه، طرف مریض میشه، کاری داره، مهمونی میره، مدرسه نمیخواد بره، بالاخره حتما یه همچین مسئله‌ای هم برای این خانم پیش اومده و نیومده. فردا حتما میاد. فردا میره میبینه باز این دختر خانم نیومد. چند روز اینجوری ادامه پیدا میکنه، دیگه این کاملا به هم میریزه و پریشان میشه. این رو تو پرانتز بگم که قبلا که تو همین برخوردهایی که داشته یک بار رفته بود و این دختر خانم رو تعقیب کرده بود و خونه اینو بلد بود. میگه میرم لبه در خونهش، در میزنم و بالاخره درد دلمو میگم، مشکل حل میکنم یا ردی پیدا میکنم. خلاصه همه عزمش رو جزم میکنه و میشه فردا یه ساعتی پا میشه میره لبه در خونه دختره و زنگ میزنه و یه آقایی هم میاد لبه در، بفرمایید. میگه بود حقیقتش من دنبال یه خانم میگردم با این مشخصات، قدش اینجوریه، شکلش اینجوریه، شما نمیدونی تو این خونه هست نیست؟ چون من قبلا دیدم تو این خونه میومد. آقای بهش میگه که والا حقیقتش این مشخصاتی که میدی رو من میشناسم. این دختر خانم دختر صاحبخونه قبلی این خونه است، ما مالک جدیدیم، خونه رو اینا فروختن و رفتن. میگه چی؟ رفتن؟ کجا رفتن؟ میگه من که نمیدونم کجا رفتن. میگه چطور شما نمیدونیم؟ میگه آقا ما طرفیه، ما یه خونه معامله کردیم، دیگه طرف من آدرس خونه جدیدشه که نمیده که. این هیچ میاد و دیگه کاملا دیگه از حالت تعادل عادی و طبیعی روانی خارج میشه. چیکار کنم چیکار نکنم، نه اسمی از اون میدونه، نه آدرسی میشناسه، هیچی. و این کاملا ناپدید شده. تنها راه حلی که به نظرش میرسه اینه، میگه من میام از فردا نقشه تهران رو میذارم جلو، یا از شمال به جنوب یا از جنوب به شمال، محله به محله، نقطه به نقطه این شهر رو میگردم، تمام خیابون ها، تمام کوچه ها رو میرم میگردم، بالاخره یه ردی، یه نشانی، یه چیزی بالاخره من از این پیدا میکنم دیگه. نشستن شدنی نیست، سکون معنی نداره، باید یه کاری بکنم. آقا این از فردا شروع میکنه به همین کار، محله به محله گشتن، یه روز، 2 روز، 10 روز، 1 ماه، 2 ماه، هرچه میگذره دیگه این آدم پریشانیش و به هم ریختگیش هم بیشتر میشه. دیگه موهاش نامرتب میشه، ریشاش در میاد، لباسش مندرس میشه، کفشاش پاره میشه، ولی همچنان به این جستجوی بی امان ادامه میده. یه روزی توی منطقه شلوغ تهران که این همینطوری داشته با خودش زمزمه میکرد و میرفته تا یه ردی، نشانی از این دختر پیدا بکنه، یه نفر دستشو میگیره، یه بیست و میشه میبینی پیرمردیه، پیرمرد خیلی ترتمیز مرتب. یه بفرمایید، یه پسر جان من میدونم تو دنبال کی هستی. یا شما از کجا میدونی؟ میگه من میدونم و من میدونم که اون کجاست. میفته به پای این پیرمرد، میگه تو رو خدا، تو رو به هر کس که دوست داری، من دارم دیوانه میشم، من زندگیم از بین رفته، من بدون این دختر اصلا نمیتونم زندگی کنم، تو فقط به من بگو این کجاست. یه عزیز من، به این راحتی که نیست، تو باید بیای 1 سال برای من کار کنی، خدمت منو بکنی تا من بعد از 1 سال بهت بگم میکنی این کارو. پسرم که چاره‌ای نداشته، میگه هر کاری تو بگی من میکنم، این 1 سالم خدمت تو رو انجام میدم، تو فقط سر سال به من بگو که باش بریم. میرن 1 سالی پسره خدمت این آقا رو میکنه. حالا آقا معلم بوده، شاگرد داشته، محل کلاسش رو مرتب میکرده، تمیز میکرده، سر کلاسش بنشسته برای شاگردی میکنه. سر سال میشه و میگه آقا الوعده الوفا، به من بگو که این کجاست. میگه بله، یه خودکار و کاغذ بیار من برات بنویسم که این کجاست. خودکار و کاغذ میاره، مینویسه شیراز، مثلا شیراز، میدان ساعت، خیابون فلان، پلاک فلان، زنگ دوم. این پسر آدرس رو میگیره و سراسیمه با اتوبوس، با هواپیما، با هر چیزی که ممکنه خودش میرسونه به اون محل. میره به شیراز، میدان ساعت، همون خیابون، همون شماره پلاک، زنگ طبقه دوم رو به صدا در میاره.
از قضا خود این دختر خانم پنجره رو باز میکنه، نگاه میکنه تو کوچه، میگه کیه؟ پسر نگاه میکنه بالا، میگه منم. میگه شما؟ میگه من. میگه آقا من شما رو اصلا نمیشناسم، برو آقا مزاحم من نشو. پنجره رو میبنده. خب راست هم میگفته دیگه، دختره که نمیشناخته که. اینها سرخورده، سربزیر، ناامید، خدایا این چه بساطیه. برمیگرده تهران، استاده بهش میگه که چی شد پسر، چرا اینجوری با این حال برگشتی؟ میگه حقیقت استاد من رفتم همون آدرس، همون خیابون، همون پلاک، زنگم زدم، این دخترم در رو باز کرد، ولی خب اینطوری گفت کیه؟ منم گفتم منم، اونم در رو بست، گفت برو آقا مزاحم من نشو. استاد بهش میگه که پسر جان بالاخره عاشقی هم یه آدابی داره، یا رسم و رسومی داره، همینجوری نیستی که تو سرت بندازی پایین بری، بعد تو اینو بدونی که این اصول چیه. یه استاد به من بگید اصلش چیه؟ یه همینطوری نمیشه که، شما 1 سال دیگه هم باید خدمت منو بکنی. خلاصه این پسر میپذیره، 1 سال دیگه هم خدمت این آقا رو میکنه. سر سال میشه، استاد بهش میگه که برو، تو دیگه خودت اوستا شدی، دیگه نیاز به هیچ توضیحی نداری، برو به سمت اون جایی که میخوای. این پسر حرکت میکنه، میاد شیراز، میدان ساعت، همون خیابون و همون پلاک، و زنگو میزنه، زنگ طبقه دوم. دختر دوباره این پنجره رو باز میکنه، میگه کیه؟ پسر نگاه میکنه، میگه تویی، تو دیگه منی وجود ندارم، دیگه هر چه هست تویی. ببین اگر یک نفر تو دوست داشتن، تو عاشقی برسی به این مرحله که خودشو دیگه اصلا نبینه، اساساً خودشو فراموش بکنه، استحاله بشه در دیگری، در اونی که دوستش داره، کاملا در اون قرار بگیره، اون وقت میتونیم ادعا رو بکنه و میتونه این با معروف علامت رو به خودش بزنه که من عاشقم. غیر از این باشه دیگه شدنی نیست. ما متاسفانه تو دوست داشتن همون و تو عاشقیامون عمدتاً خودخواهی های خودمون رو توش میاریم، عمدتاً نیازهای شخصیمون رو میاریم و فکر میکنیم که دیگران رو دوست داریم و عاشقشون هستیم، در حالی که واقعا اینطوری نیست. خب خیلی متشکرم، امیدوارم که شب و روز خیلی خوبی داشته باشین. شب شما بخیر.